لبيك اللهم لبيك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله. سلام و صد سلام و درود به همه شما عزیزان، همه شما خوبانی که خداوند بر شما منت نهاده و فرصتی داده تا بریم به دیدن خانه خدا، به زیارت خانه خدا و حج بیت الله. و به شما عزیزانی که این فرصت مهیا نشده اما فرصت دیگه‌ای خداوند در اختیار شما گذاشته، فرصت شوق، فرصت عشق، فرصت اینی که قلبمون رو بفرستیم به حج، فرصت اینی که یک آهی از دلمون بر بیاریم که ای کاش منم میتونستم برم حج. با همین آه، با همین نیت، اجر اون حاجی که هم مالش رو داده، هم زحمتش رو کشیده و هم در این مسیر حرکت کرده رو ما هم به دست بیاریم. حج یکی از بزرگترین عبادت‌های خدا، یکی از بزرگترین شیوه های عبادی که ما رو به خداوند نزدیک میکنه. جسم ما به حرکت در میاد، مال و ثروتمون در این راه انفاق میشه، خرج میشه، قلبمون، دلمون پر از شوق میشه، عشق میشه، عبادت میشه برای ما لذت. اینجاست که خب یادمون میاد که خداوند متعال وقتی ما صداش میزنیم لبیک اللهم لبیک، خدایا چشم دارم میام، به سوی تو دارم میام، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک بار الها هیچ کسی رو غیر از تو قبول ندارم، چشم دارم میام، دارم میدوم به سوی تو. ان الحمد و نعمت لک، همه ثنا و مدح و ستایش از آن توست. لا شریک لک، هیچ شریکی نیست با تو، هیچ خدایی نیست مگر تو ای خدای من، تو ای خدای من که به من گفتی، یادآورم کردی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من شما جنیان و انسانها رو درست نکردم مگر این که من رو عبادت کنید. بس عبادت میکنم خدایا. این در مدرسه حج میام که تربیت میشم بر بندگی. بندگی در چی؟ بندگی در همه چی. معیار بندگی من اینه که من تمام دیدم خداست، غیر از خدا رو نمیبینم. تمام وجودم در پی خداست، در پی رضایت خداست، غیر از خدا رو نمیبینه. معیار بندگی من این هست که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بله، نمازام، عبادتام، روزهام، صدقهام، اینا، و حیاتی و مماتی، زندگیم، محیای و مرگم، هر آنچه در مسیر زندگی من هست برای خداست. یعنی کل زندگیم عبادته. عبادتم تنها نماز و روزه و حجم نیست. اینها مرکزهای تربیتی، مکتبهای تربیتی است، مراکز شارژ است که منو شارژ میکنن، میدن تو زندگی. نمازم منو شارژ میکنه، میده تو زندگی که چی؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، که من وارد محیط زندگی شدم دیگه اونجا نه فحشا نه منکر. چرا؟
چون که من با نماز واکسینه شدم. این مشکلات نباید پیش بیاد. با حج تزکیه میشم، ساخته میشم. بر چی؟ بر تلاش، بر جهاد، بر تحمل خستگی ها، بر حرکت، بر سازندگی، بر امر به معروف و نهی از منکر، بر وجود در یک جامعه بزرگ، بر تحمل دیگرانی که منو هول خواهند داد، دیگرانی که منو تنه خواهند زد، دیگرانی که به من ظلم خواهند کرد، دیگرانی که پاشو رو سر من میذاره، همه اینها رو تحمل میکنم. چرا؟ چند من مؤمنم و مؤمن الذی یخالط الناس و یصبر علی اذاهم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس و لا یصبر علی اذاهم. مؤمنی که با مردم در بین مردم لول میخوره، بر سختی هایی که از مردم میاد، بدی هایی که از مردم میاد، ظلم و ستمی که میکنن صبر میکنه، این بهتره از اون مؤمنی که میره توی غار میشینه، تو مسجد میشینه، عبادت خدا میکنه که چی؟ من از دنیا بریدم. نه خیر، این بی ارزشه. اینه که من اومدم اینجا بندگی رو به یه مفهوم دیگه میبینم. بندگیم در قلبم هست. قلبم عبادت خدا میکنه. عبادت قلبم چیه؟ عبادت قلبم تواضعه. عبادت قلبم توبه است. عبادت قلبم توکل بر خداست. عبادت قلبم ترس از عذاب الهی است. عبادت قلبم امید است به خداوند منان. عبادت قلبم محبت و عشق است به رسیدن به خداوند. و عبادتم هر کاری که میکنم با عشق میکنم، با محبت میکنم، با شوق میکنم، احساس آرامش میکنم وقتی به دیگران کمک میکنم، احساس سعادت میکنم وقتی کسی رو به حقی دعوت میکنم، احساس خوبی میکنم وقتی کسی رو از یک بدی نجات میدم و تذکری میدم. چشم به عبادت مشغول میشه، اون چیزی رو میبینه که خدا میخواد، اون چیزی که خدا ازش نفرت داره بدش بیاد اون رو چشم نمیبینه، به طرفش هم نمیره. دستم عبادت میکنه، دستم هرگز کسی رو به ظلم نمیزنه چون دستم مخلوق خداست. عشق عبادت داره، عشق انفاق در راه خدا داره، عشق کمک کردن مستمندان و ناتوانان داره، عشق کار و تلاش داره برای چرخاندن به اصطلاح جامعه. بندم به من نزدیک میشه با چی؟ با کارای نافله، با کارای خوب، تا جایی که من خدا چشش میشم، گوشش میشم، دستش میشم. یعنی چی؟ یعنی دستش، گوشش، پاش، حرکتش، جسمش حرکت نخواهد کرد مگر در اون چیزی که در اون رضایت خداوند هست. مدرسه حج میاد همه ما رو به این صورت تربیت میکنه. یک عبادت ویژه، عبادتی که در اون جسم به حرکت افتاده، عبادتی که در اون مال انفاق شده، عبادتی که در اون قلب به حرکت اومده. این قلبی که مکه اون رو چون مغناطیس کسب میکنه. مکه چیه؟ کعبه چیه؟ کعبه مغناطیس قلب هاست که ما رو میاره به طرف خودش. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. هر کسی، خداوند بر مؤمنانی که توان دارند این حج رو گذاشته که به سوی اون بر بکشن، برن، و کسی که نمیخواد بره نره. و من کفر فان الله غنی عن العالمین. تهدید الهی است. کسی که نمیخواد نخواد، کسی که کفران نعمت میکنه بکنه. خداوند به کسی نیاز نداره. اون کسی که کفران الهی میکنه بکنه. خداوند از همه مستغنی است، از همه بی نیاز است. حج و عمره یک فایده است برای من و شما، یک صیقل دادن، یک سنباده کشیدن. حج و عمره ینفیان الفقر و الذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید. حج و عمره این فقر و ناداری که ما ازش میترسیم، گناهانی که دلمون رو سیاه کردن، اینها رو سنباده میکشه، اینها رو پاک میکنه. مثل همون آهنگری که آهن زنگیده رو میذاره تو آتیش،
این آتش میاد این زنگو میسوزونه، آهن معدن صافش میاد بیرون. طلا همه شوائب و همه چیزایی که اشغالی که بهش رفته داخل همه ازش جدا میشه، صاف میشه، معدن واقعی میاد بیرون. این مدرسه حج، مدرسه ای که ما را بر معنای عبودیت و بردگی خداوند تربیت میکنه، ما رو میکشونه به یک فضای دیگه. و چه کار میکنه؟ الحج یهدم الذنوب التي كانت قبله، همه گناهانی که قبل از حج داشتیم همه رو حج میاد دور میکنه. من میشم رجع کیوم ولدته امه، از حج میام طوری میام که انگار هیچ گناهی، الان من از مادرم به دنیا اومدم یک طفل معصوم. طفل معصوم گناهی نداره، اما فرق من با طفل معصوم چیه؟ اینه که من هیچ گناهی ندارم چون طفل معصوم، اما یک عالمه نیکیا و خوبیا دارم. یعنی بوی من بوی صفاست. حج یک پاکی هست، حج دعوت هست بر پاک شدن، حج دعوت هست بر فرشته شدن، حج دعوتی هست بر عروج بر فرشتگان، از فرشتگان هم بهتر شدن. چطور؟ خداوند متعال یک قانونی گذاشته برای حج: من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. کسی که به حج میره در اونجا هیچ کار اشتباهی نمیکنه، هیچ اتباع و پیروی از شهوتش نمیکنه، هیچ کاری نمیکنه که اون رو برگردونه به اون منجلاب گناه. این فرد میاد از حج برمیگرده معصوم از کل گناهان، همراهش هست بارهای اجر و پاداشی که از جانب خدا گرفته. این کسی که از خونش بر اومد و گفت لبیک اللهم لبیک، دارم پیش تو ای خدا میام، این رسید، این شد ملکوتی. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. اعتراف کرد به بزرگی و عظمت خداوند، اعتراف کرد و اقرار کرد به بندگی و خردی و خاکساری خودش. این فرد دیگه رسید به مبتغاش، این فرد رسید به مرادش که همون خدا باشه. سال 7 گامی در راستای بیداری. خوش به حالتون، خوش به حالتون ای حاجیان، خوش به حالتون که شما مهمانان خدایید. الحجاج والعمار وفد الله، حاجیان و معتمران، اونایی که برای عمره میرن، برای حج میرن، اینا مهمونای خدا هستن. دعاهم، خداوند اونها رو خواست، فاجابوه، لبیک گفتند به دعوت خداوند، داد کشیدن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اومدند پیش خداشون، خونه خداشون، دعا کردند، سألو، دعا کردند، از خداوند خواستند، فاجابهم، خداوند خواسته های اونا رو برآورد کرد. یعنی چی؟ اینا مهمون خدان، از خدا اونا رو خواسته. اگه خدا تو رو نخواد هرگز نه به حج میرسی نه به عمره. خدا خواستدشون، لبیک گفتن، اومدن به مهمونی خدا. اینجا درخواستایی دارن، حتما درخواستا پذیرفته میشه. حاجی مستجاب الدعوه هست، کسی که به عمره میره مستجاب الدعوه هست. امن یجیب المضطر اذا دعا، کیه که انسانی که مجبوره رو دعایش رو قبول میکنه. اما چی؟ باید دعامون هم دعا باشه دیگه.
دعای مضطر باشه، دعای مجبور باشه، دعای خاکسار باشه، دعای برده باشه، دعای بنده‌ای باشه که غیر از خدا هیچ کس رو نداره. بعضی وقتا هست که ما هم خیلی دیگه کج میشیم، دعا میکنه میبینی طرف نشسته همچین لرد آمین آمین. این دیگه چه وضع شد؟ اینو نگفتن دعا. دعا اون وقتیه که تو بیایی خاکساری و بردگی و بندگی و خضوع و خشوعت رو در مقابل خداوند متعال نشون بدی که بنده خدایی، نشون بدی که محتاج و نیازمند خدایی. کیه که دیگه این مضطری که هیچ راهی نداره این رو دعایش رو قبول نکنه؟ اخذ بالاسباب کردم، همه وظایف رو انجام دادم، من پیامبر از مکه مکرمه حرکت کردم به هجرت، خطر دنبال من هست، رفیقم ابوبکر رو با خودم گرفتم، تمام اون چیزی رو که باید انجام بدم انجام دادم، اومدم زیر یک سنگی پناه گرفتم در غار ثور، دشمن اومده بالای سرم، من دیگه دیدن من توسط دشمن دیگه این شاهکار نیست، هر کی بیاد اینجا منو میبینه و دشمن تازه اومده اینجا. الان من نیازمند، من مضطر، من که هیچ راه فراری ندارم، تنها خدا رو دارم. الان که ما رأیک یا ابابکر باثنین الله ثالثهما. اول چه فکر کردی؟ ما غیر از خدا کسی رو نداریم، خداوند دیگه محاسب ماست. دشمن میاد همونجا اونا رو نمیبینه، چشاش این جرأت رو نمیکنه که اون چیزی که خدا نمیخواد صورت بگیره. خدا نمیخواد که توی چشمای کافر پیامبر رو در اینجا ببینی. چشم مخلوق خداست، میگه چشم خدا نمیبینمشون. پس من چه کار کردم؟ اومدم اون کاری که باید میکردم رو کردم. وسارعوا الی مغفرة من ربکم. من با تمام عشق و علاقم حرکت کردم، اومدم لبیک گویان به حج، اومدم اینجا تا نشون بدم که من همه مهارم رو به تو سپردم. ای خدا، من تسلیم کامل تو هستم. تسلیم منی ای بنده من؟ اطیع الله و رسوله. فرمان برداری کن از من و پیامبرم. پس همه کارهایی که تو حج میکنی باید وفق اون چیزی باشه که پیامبر انجام داده. اون کار رو کردی، تو بنده ای، تو به شرف بندگی رسیدی. آه چه شرفی بالاتر از این که من بنده خدا باشم. بنده خدا بودم یعنی خاضع خدا هستم. این شرف رو از خدام گرفتم. این شرفی که پیامبران در کمال ذل و خاکساری از خداشون کسب کردن. پیامبر اسلام وقتی خداوند متعال میخواد مقام این پیامبر رو نشون بده، این پیامبر من مقامش بالاتر از جبریل هست. در اینجا چی بهش میگه؟ نمیگه محمد قریشی عربی بچه عبدالله و عبدالمطلب و ابراهیم و فلان. نه، میگه سبحان الذی اسری بعبده. سبحان الذی اسری، پاک و منزه است اون خدایی که بندش رو برد، به اسرا برد، به معراج برد، از ملائکه بالا برد، جایگاه داد، به شرف بندگی داد، با شرف بندگی از همه خلایق زد جلو. شرف بندگی. نعم العبد انه اواب. این پیامبر ما چه خوش بنده است. این توبه گذار ما، این که در مقابل خداوند اشک ندامت میریزه، اشک خاکساری و ذلت و خواری میریزه، چه خوش بنده است. پیامبران رو خداوند متعال ذکر میکنه، وذکر عبادنا، بندگان ما رو بیار. در
سیرت و سریرت بندگان ما نظر کن. بندگان ما، بردگان ما، اینهایی که ما اینا مؤمنان اصلی. اون طرف به مؤمن میگه در قادسیه، میگه که آقا شما رو کی آورده اینجا؟ جواب مؤمن رو ببین. اسلام ما چی است؟ اسلام ما این است که یخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. کار اسلام اینه، اخراج کردن، بیرون کردن بندگان از ذلت و خواری در مقابل همدیگه، اونا رو گرفتن و بنده خدا کردنه. ما که همدیگه رو پرستش میکنیم، در مقابل همدیگه ذلت و خواری نشون میدیم، میایم برده همدیگه میشیم، خداوند میگه نه، بنده طاغوت نباش، بنده یک بنده دیگه نباش، بنده شهوت دیگه نباش، بیاد بنده خدا باش. هدفی که تو را ازش خلق کردم عبادت من الله هست، من آفریدگار هست. وقتی که تو من رو عبادت میکنی، اینجاست که تو به شرف و مقام میرسی. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. این حکم خداست که عبادت نکنید مگر خدا را. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. امر کرده شدن مؤمنان فقط و فقط به این که خدا را با تمام اخلاص، با تمام اخلاص و خاکساری و ذلت عبادت کنند. در مقابل خدا ذلیل و خوار شدی، در پیش خدا و خلایق عزیزی. اینه که از خونت برمیایی، همین شعارت لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ای خدای من، چشم حرکت کردم به سوی تو بیام، چون که من بنده تو ام، تنها بنده تو ای خدای منان.